خانم لشکری جانم. این گیر سر بلوط به این زیبایی جریانش چیه؟ من خیلی لذت میبرم با این هنر. این که با پوست میوه بلوط درست شده، معمولا اینو دختر بچه ها به موهاشو میزنن، ولی ما لرهای جنوبی این دستمال سری که میبندیم اینو اینجوری میبندن که اینجوری دستمالمون رو روی سرمون نگه میدارن. و این بلوط هم من جسارت نمی کنم جناب مهندس افشار که شما اینجا هستین و من بخوام جسارت بکنم صحبت بکنم. قوت مالورها میوه بلوطه، درخت بلوطه، ولی متاسفانه با آتش سوزی های عمدی مخصوصا تو شهرستان ممسنی دارن اینو نابود میکنن.